إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. دایات قبلی الله متعال بعد از دعوت به صراط مستقیم که راه واحد و یگانه است و سبب اتفاق یا جمع شدن پراگندگی های مردم میشه، الله متعال دلیل نقلی را پیش کرد که کتاب موسی علیه السلام هم امی دعوت دارا بوده و مشتمل به می دعوت بوده. انبیاء علیهم السلام همیشه که آمده برای وحدت جامعه آمده، نه آمده که جامعه با هم تیتو پاشان و پراگنده شود. از امو خاطر است که دعوت انبیاء علیهم السلام روی موضوعاتی که سبب جدایی مردم میشه دو موضوعات نمی باشه، بلکه یک امر کلی می باشه که همه توده ها یا همه قشرهای ملت ها با هم جمع شده میتونه. پیغمبران دعوت به سوی سمت یا جغرافیا یا لهجه یا زبان و رنگ نداده. همیشه پیغمبران همیشه دعوت به سوی یکتاپرستی الله و داخل شدن در یک نظام بزرگ الله است که او عبارت از توحید الله است. درس اولی توحید است که ملت و مردم و افراد با هم در یک رشته جمع شوند. او رشته عبارت از است که انسان عقیده بکنه که غیر از الله کسی دیگری حاکم تشریعی، حاجت روا و مشکل کشا دیگری نیست و نه حق عبادت کسی دیگری داره. یک موضوعی است که هم انبیاء علیهم السلام تعلیماتش اینمی موضوع یا مسئله مشترک داشته. از این خاطر فرق در بین دعوت انبیاء علیهم السلام وجود نداره، کلگی به یک نقطه مردم دعوت داده. در اینجا هم ترغیب میده به این کتاب. قرآن کریم مردم جمع میکنه، متحد میسازه و دعوت میده که شما عمل به این کتاب بکنه. عمل به این کتاب سبب رحمت الله متعال میگرده. از این خاطر دو صفت کتاب ذکر میکنه، یک امر و حکمت نزول کتاب بر ما ذکر میکنه. یقینا هم همینطور است که الله متعال کدام صفتا را برای قرآن ذکر میکنه، همین صفتا آثارش مکمل نمایان است. هر کس لمس میکنه حالات این کتابه. این کتاب یقینا کتابی است که سبب رحمت انسان میگرده، به شرط که تعلق خود با این کتاب به مو کیفیت و وجهی که الله خواسته، به مو کیفیت و وجه تعلق خود با این کتاب آدم برابر بکنه، نه که محض کتاب ثواب یا کتاب مرده بدانه، مثل که فعلا در معاشره و جامعه ماست. اینطوری اگر باشه این کتاب صحیح است که خودش بسیار مؤثر است، اما وقتی ما از پیشش استفاده درست نمی کنیم مورد رحمت الله قرار نمیگیریم. و هذا کتابونی، قرآن کریم کتاب معظم است. کتابون میگه اشاره میکنه کتابی بسیار بزرگ است. اگر هر قدر توصیفی کتاب کرده شود هنوز هم کم است. از این خاطر تنکیر برای تعظیم است. مانا این کتاب خیلی بزرگ است. انزلناه که ما نازل کردیم. وقتی که کتاب الله باشه، الله نازل کرده باشه، یقینا این کتاب خیلی بزرگ است. چرا کتابای انسانی حتما محل شک و تردد است، نقصان و عیب درش دیده میشه، تناقض در مطالب و مضامینش موجود است و همچنان چون معلوماتی کافی در مورد ضرورتهای انسانی نداره، هر قدر کتابا را انسان نوشته بکنه بازم نقصان در او دیده میشه. بل خلاف کتاب الله متعال که تمام نیازهای انسانی را مکمل در این گنجانیده و انسان در هر تاریخ و در هر زمان در هر منطقه و این کتاب الله رجوع بکنه، حل مشکل خود خود کتاب پیدا میکنه. البته برای خود تدبر کار داره، تفکر کار داره که در نکته قرآن کریم باید انسان توقف بکنه، خود مطالعه دقیق بکنه. از همون خاطر است دیروزا ما و شما موضوع را تیر کردیم. کفار حتی از نکته های دقیق ازی معلومات ساینسی را جمع کردن و مطابق معلومات قرآن قدم خود میگذاره. بدون مشوره قرآن کریم در یک میدان یا قدم خود بالا کرده نمیتونه. اما با تأسف که مسلمانی را فقط یک کتاب ثواب محض الفاظش مرتب بخونه یا صدای خود سر از او زیبا بسازه، دیگه کاری از این کتاب نگرفتن. اما الله متعال میگه کتاب است که ما نازل کردیم. وقتی الله نازل کرده قابل است که در این تأمل و تفکر خیلی قوی شود. چرا که الله متعال تمام نیازهای بشریت در این گنجانیده و حل همین ضرورات ما در این کتاب موجود است. مبارکون، دوم صفتش الله بیان میکنه مبارک است. کتاب الله هست خب پر برکت است.
برکت میگه خیر کثیره، در هر چیز که خیر زیاد باشه او را مبارک گفته میتونیم. قرآن مبارک است. هر کس که به این کتاب الله متعال تعلقه و رابطه را پیدا بکنه الله دایی بسیار خیر کثیر گذاشته، عزتمند میشه. آثار برکت قرآن کریم در یک نقطه نیست بلکه در هر جانب است. اثر برکت قرآن است. اگر ما سری مریض دم میکنیم یقینا به اخلاص و صداقت میبینیم الله شفا میده. اگر ما این را مطالعه میکنیم برای صحت عقیده یقینا برای ما اینطور دلایل واضح و روشن پیش میکنه که دیگه هیچ نوع شک و تردد در قلب انسان باقی نمیمونه. اگر برای صحت عمل این را مطالعه بکنیم برای ما اینطور نقشه درست و صفا را میده که هیچگاه در این خلل واقع نمیشه. اگر ما برای فراگیری اخلاق مطالعه بکنیم قرآن او اخلاق بر انسان درس میده که یقینا اصل جوهر انسانیت در وجود انسان پیدا میکنه. خلاصه سخن آثار برکت قرآن کریم آنقدر زیاد است که هیچ شمار نمیشه. چرا؟ اگر کسی میخواه وعظ نصیحت بپذیره در کتاب الله متعال بیاید اینطور نصیحت بلیغه، اوی که او نصیحتی که در قلبش تاثیر داره به مو انداز نصیحت داره. اگر کسی میخواه که سرنوشت طایفه ها چی رقم است، کدام طایفه در کدام سرنوشت مبتلا میشه، بعد از تعمق و مطالعه برات واضح میشه که سرنوشت هر طایفه مشخص شده در اینجا. داستان انبیاء علیهم السلام و واقعات حوادث گذشته ها یک دم درس عبرت برای ما و شما است. از این خاطر این کتاب الله خیر کثیر دی گذاشته. پس وقتی کتابش حامل امچو صفتا باشه، پر برکت باشه، خیر کثیر داشته باشه و کتاب الله باشه که تمام نیازهای بشری در اونجا جوابش گفته شده باشه، لایق است که تابعداری شود. فتبعوه، شما تابعداری کتاب الله را بکنه. اینا نمیگه که شما فقر او بخوانشه، خواندن نیست در اینجا مطلوب اینجا اتباع است. اتباع ای را میگه مطابق دلیل قرآن قدم ورداشتن. کدام دستوری که قرآن برات میده تو باید او را عمل بکنی. از او خاطر ما مامور به اتباع قرآن شدیم، نه به قرائت قرآن. صحیح است که الله متعال ذات کریم و رحیم است. هیچگاه یک انسان که محض با کتاب الله رابطه پیدا میکنه، تلاوت هم میکنه، او را بی اجر نمیگذاره. اما تنها قرائت اصل مطلب نبوده، اصل مقصد تابعداری چی را میگه؟ که ما هر دستور و حکم قرآن ولو که خیلی جزئی باشه او را در زندگی خود جامع عمل بپوشانیم، سرش عمل بکنیم و همچنان درس و تعلیم به یکی دیگه بدیم، دیگران را طرفش دعوت بدیم. اینی معنای اتباع را میده. قرآن از ما اینو میگه و مطالبه میکنه. اما افسوس است که در معاشره اسلامی امروز اتباع به دوربین هم دیده نمیشه. یعنی تمام احکام قرآن را در زندگی عمل کردن هیچ مردم اعتنا نمیکنه. چرا؟ مشوره با قرآن نداره، دستور از قرآن کریم نمیگیره، گاهی سوال نمیکنه که قرآن چی پیام داره. چرا؟ به خاطری که ما عمرای خود گذرانیدیم 50 و 60 سال، اما به مفهوم و مقصد الحمدلله خدا نفهمیدیم. دیگه آیاتا را خوب بگذار که پشتی سر میاد، یا دستنام بین قرآن و داخل قرآن قرار داره، بلکه امو کلماتی که ما بارها در رکعت نماز میخوانیم مقصدش نمیفهمیم. پس چطور ادعای از این را داشته باشیم که هم فضایل و عزتمندی و شرافت نصیبی ما شود؟ ما خطابیداری کتاب الله را نکردیم. از او خاطر الله میگه واتقوا، خدا نگاه کن از مخالفت قرآن، یادتان باشد مخالفت قرآن قرار نگیری. چرا؟ لعلکم ترحمون، به خاطر که سر شما رحم کرده شود. الله وقتی مطالبه کدام امر از ما میکنه غرض و مقصد الله خودش نیست، نه فایده برای الله داره و نه ترکش تاوان برای الله داره. الله همیشه فرامین و دستوراتش برای تکامل علمیت انسان یا عزت انسان است که انسان عزت خدا پای تکمیل ببخشه. به این خاطر الله دعوت میده، اما انسان بیچاره نمیفهمه. الله میگه واتقوا، خدا نگاه کنی، پرهیز کنی که راه مخالفت قرآن نگیری. لیکن ما تمام عمر با مخالفت قرآن روان هستیم. حتی صراحتا اگر یک اعلانی یا پشتری قرآن کریم در یک دیوالی دکانی ما یا خانه ما میچسبه، امو را زود چیره میکنیم. عکسی که برای وکیلا و وزیرا است که او تصویر است، غلط است، حرام است، او از 1 سال تا سال دیگر باقی میمانه. امو اشتهارات سینماها را کسی هم دور نمیکنه که اشتهار قرآن کریم نمیگذاره. از این ملت چی توقع داشته باشیم؟ بازم الله بسیار مهربان ذات است که سنگ نمیباره و یک دم این ملت یک دم هلاک نمیشه. چرا؟ دشمنی با کتاب الله صراحتا حتی از نمایندگان دین
اویی که خود پیر لباس پیری را پوشیده دعوای نمایندگی دین داره، اول دشمن قرآن همون می باشه. اویی که خودم ملا میگه، امام میگه، در مساجد نمایندگی دین میکنه، اول دشمن قرآن همون می باشه. مردم نعوذ بالله شک و شبهه را برش پیدا میکنه، به خاطری که مردم در مرکز قرآن نروه، قرآن نخوانه، مطلبش نفهمه. خیر رحمی الله از کجاش؟ الله خو شرط کرده که فتبعوه واتقوا، تابعداری قرآن بکنه، رای مخالفت قرآن نگیره، در او صورت لعلکم ترحمون باز امید رحمت الله وجود داره، وگرنه امید رحمت الله قطعا موجود نیست. از همون خاطر است امروز ما مورد رحمت الله قرار نگرفتیم. علت چیست؟ قرآن کتاب الله را تابعداری نکردیم و رای مخالفت قرآن ترک نکردیم، بلکه ما در رای مخالفت روان هستیم. ان تقولوا انما انزل الكتاب، این کتاب الله روان کرد. عذرها یا کدام چیزی که بهانه میکردن مشرکین مکه، الله برای دفع عذری از یا قرآن روان کرد. اگر قرآن نمی آمد و دلیل می گرفتن، گفت تورات و انجیل سریانی یا چیسته، زبانش یا عبرانی است یا سریانی است، ما نمیفهمیم. از او خاطر اگر سر ما نازل می شد یک کتاب، از وقت خیلی هدایتمند می بودیم و بسیار قدر و تعظیم کتاب می کردیم. الله متعال می فرماید کتابی مبارک براتان روان کردم، چی عکس العمل در مقابل کتاب انجام داده، دیگه عذر برایتان باقی نمانده. امروز هم برای این ملت ما هم دیگه عذر باقی نمیمانه. امی کتاب الله از خوانده میشه، مردم تلاش میکنه که کتاب الله به مردم برسه، اما مردم حتی ادنا اعتنا و اهتمام به این کتاب نمیکنه. اگر اشتهار ببینه یک دفعه نمیخوانم، اما اشتهارات و اعلانات شبکه های شیطانی این موبایل ها را بارها میخوانه، تلاش میکنه که سری مقصدش خود بدانه، به خاطر که یک رپا فایده داره یا چیزی برش انعام داده میشه نمیشه. خب برای اعلانات و اشتهارات قرآن کسی توجه نمیکنه، هیچ اهتمام هم نداره که قرآن برای چی است و چی باید کرد. از او خاطر اینی حالات ماست. الله متعال برای رفع عذر طایفه قریش اینجا بیان میکنه که ما قرآن روان کردیم. دیگه شما گفته نمیتونه که تورات انجیل بالای قومای دیگه دو قومی بزرگ یهود و نصارا نازل شده، ما به کتاب ماندیم. نه، برای شما هم کتاب آمده، بلکه کتابی که مبارک است الله نازل کرده. چی کرده؟ ان تقولوا، به خاطری که شما اصلش الله تقولوا، که شما در عذرتان نگوی انما انزل، یقینا نازل کرده شده الکتاب قرآن کریم، کتاب جنس کتاب، علی طایفتین بالای دو طایفه یهود و نصارا، من قبلنا پیش از ما، تورات و انجیل بالای از او آمده و لسانش هم تغییر داره، لسانش هم لسان ما نیست، عربی نیست بلکه سریانی یا عبرانی است. و این کنا عن دراستهم لغافلین، یقینا ما از خواندن همینطور کتابا بالکل غافل هستیم، بیخبر. از او خاطر عذاب چرا سر ما میآید؟ ما خو از کتابا بر ما نامده که یک چیزی عمل میفهمیدیم، عمل سرش میکردیم. یک عذر شانی نمی بود. الله متعال عذر شان رفع کرد. این کتاب به لسان خودتان، به زبان خودتان، کتابی که حاوی و مشتمل با تمام نیازهای انسانی است، کتابی که یک دم برکت است. هر کس به این رابطه پیدا میکنه، چه از نگاه تلاوتش، تعلیمش، دعوتش، عمل کردنش، کلگی خیر کسی را میگیره. اما چی کرده شما؟ یک دوم عذرش، او تقولو، یا شما بگوی کتاب روان کردم، که باز شما نگوی اصلش لا تقولو لو ان انزل علینا، اگر ما نازل کرده میشد بالای ما کتاب لکننا، ما می بودیم اهدا منهم، خیلی هدایت یافته منهم، از اینمی طایفه های دیگه کده در عقیده و در عمل مکمل از وقت پیشی میکردیم. الله می فرماید فقط جاءکم بینة من ربکم، یقینا آمده برایتان بینة، اتر کتابی که بالکل دلایل واضح و روشن داره، یعنی واضح و روشن عقاید بیان میکنه، احکام بیان میکنه، من ربکم، از جانب پروردگارتان، و هودا مکمل برنامه و پروگرام جامع هدایت است، و رحمتون، عمل کردن بالای کتاب ذریعی رحمت الله است. این ای کتاب براتان آمده. آیا کتاب کافی شافی نیست؟ فمن اظلم، کس خیلی ظالم ممن، از کسی که کذب بیات الله، نسبت دروغ میکنه به احکام الله یا به دلایل توحید و یکتاپرستی الله، و صدف عنه، خود رو میگردانه عنها، از قبول کردن دلایل توحید و احکام الله، یا و صدف، باز میگردانه، منع میکنه دیگه مردم عنها، از کتاب خود بگذار، دیگه مردم هم نمیگذاره که قرآن بخونه. مشرکین مکه در آها
کسایی که مسافرین از بیرون می آمدن نفرها را موظف کرده بود، شانده بود، اعلان میکرد برشان هر کس که داخل مکه میشد اینجا یک نفر ساحر پیدا شده، اوش کنی که در پیشش نروی به خاطری که خلاف دین بابا و اجداد دعوت میده، وهابیسته، یا گوش نگیرید در گپی از یا که از دین بابا و اجداد شما را چپه میکنه. مشرکین مکه در هر مسافر که داخل میشد این اعلان در گوشش پفت میکرد. از همون خاطر یک صحابی جبیر ابن مطعم است ان شاء الله، نه یک صحابی دیگه است، طفیل ابن عمر جزاک الله، او صحابی میگه که مرا گفتن، ما گفتم عجیب است چه قسم آدم است، بیا که یک دفعه گوش بگیرم چیست امی خواندن امی کسی که یا میگه که چی رقم است، وقتی که قرآن شنیده دیگه چیست در کرد که کلام بشر نیست، این باید شنیده شود. لیکن وا قبل از این دسایس شروع کرده بودن. الله امی گپا میزنه، مشرکین مکه دیگه عذر برشان باقی نمانده، اینطور کتاب کافی و شافی برشان آمده، اما بازم راه دشمنی را در پیش گرفته. اما این حکم منحصر در او زمان و در او وقت نیست، بلکه در هر زمان همینطور است. حالی برای ما عذر باقی نمانده، کتاب الله کافی و شافی برای رهنمایی همه مسائل ما موجود است. پروگرام جامع هدایت، برنامه هدایت مکمل است. اگر کسی میخواد زندگی خدا واقعا سعادت و نیکبختی ببخشه، کتاب الله را مطالعه بکنه، مطابق دستور از او تمام زندگی خدا عیار بکنه، از ازدواج گرفته تا معامله را، از عقیده گرفته تا عمل کلش، باز ببینه که الله چی جنتی را در دنیا نصیبش میکنه و چی صمیمیت و فضای محبت به بار میاره. آورد دنیا دید صحابه کرام کدام مردم بود، در کدام مستوی رسید، اما زندگی که وا داشتن چی رقم زندگی بود، یکی از دیگه قربان میکرد، یکی به دیگه حتی نان خدا حتما دیگه. انصار کدام مردم بود، حتی زنای خود طلاق نمیدن، دو زنه که یک زن مهاجر بگیره. این درس ای فکر کی داده بود؟ امی کتاب الله متعال بود. خب آلی امروز مردم ما چی میگه؟ امروز هم هو به هو امو مشرکین مکه می نشستن، نمیخواستن با پالو نزدیکی پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی برسه قرآن بشنوه. امروز هم دشمنای دین به لباس چی؟ نعوذ بالله دین، خدا حامیان دین میدانه، اما اولین دشمن کتاب الله تالیر امریکایی استاد نشده، یهود و نصارا استاد نشده در ترجمه قرآن کریم، اما برای منع کردن ترجمه قرآن کریم، بند کردن ترجمه قرآن کریم، مردم ها جرگه ها کرده، ریشتفیدای کلان که سالات در صف اول نماز میخوانه و ای چیستا شوراها و مجلس ها را گرفته. در این وطن شما خود مشاهده میکنی مردم ها تهدید شده، دو خواهرها چاقو سرش کشیده شده که در این مسجد رفته نمیتونه. این را چی میکنی؟ اما دکاندارایی که نزدیکی مسجد ماست آنقدر جنایت کرده، آنقدر گناه کرده که پرسان نکن، به هزاران نفر یا تحریک کرده. اینجا آمده میگه که در این مرکز نری، وهابی هست. وهابی را میشناسی؟ چه قسم تو معرفی میکنی از کتاب الله؟ مردم من میکنی به این نام که وهابی کی را میگه؟ چی هست وهابی؟ تو مرد هستی، اما یک کتاب محمد ابن عبدالوهاب بی یک نقد سرش بکن، اگر مرد خورده میگیری او خود اهل سنت والجماعت گرفته میتونه که تو وهابی را بشناسی. تو بیچارگه آیت و حدیث یاد نداری و یک عالم بزرگی که شهرت جهانی داره به یک گفتر تو و به یک تبلیغات تو محبوبیت کسی کم نمیشه. تو اینطور میگی مردم حالی پشت کتاب محمد ابن عبدالوهاب چشم درد است، پیدا نمیشه برش کی برش برسه، به خاطر که عقیده خدا بفهمه. این مشکلات هست، مردم نافهم. او برادری مستری، او برادری دکاندار، او برادری فلانی، تو چی را میفهمی؟ کلمه تا گفته نمیتونی، مردم از قرآن من نمیکنی، در روز قیامت به الله چی جواب میگی؟ این حالتا فعلا هم موجود است. در جایی که درس قرآن شروع میشه ولی درس قرآن واقعی شروع شود، آیات قرآن کریم که ما حقه تفسیر شود، باز میبینی که مخالفت شروع است. مردم نمیگذاره. الله متعال میفرماید فمن اظلم، کیست خیلی ظالم؟ کیست خیلی ظالم؟ دیگه کس از این قدم ظالم هست؟ ممن از او کسی که کذب بی آیات الله، نسبت تکذیب دروغ میکنه با آیات الله، احکام الله را قبول نداره، دلایل یک تا پرستی الله را قبول نداره، حتی گوش نمیگیره، باز وصف عنها دیگران را منع میکنه. خود اینجا آمده یک ساعت در قرآن ننشسته، در پالویش است، حتی نمیشنوه، ولیکن دیگران را منع میکنه. شما باور به الله بکنید، الله رحم بکنه زیاد.
سنجزی الذین، الله میگه زود است که جزا بدیم و کسانی را یصدفون که منع میکنه. الله اینطور ذلیلش بکنه که پرسان نکن. عن آیاتنا، که منع میکنه از آیاتای ما، از احکام ما، پذیرفتن دلایل توحید ما مردم منع میکنه.